اگه همیشه با فشار ادرار میکنی یا حس میکنی که حبس ادرار سراغت اومده یا ادرار درست تخلیه نمیشه، این ویدیو مخصوص توه. حتما تا آخر ویدیو همراه من باش. مثل همیشه لایک یادت نره. خیلی ساده است. باید یک قاشق چایخوری سیاه دانه رو بریزی داخل 2 لیوان آب جوش، 10 دقیقه الی 15 دقیقه دم بکشه. بعد از صافی ردش کن، همون جوری که داغه استفادهش کن، میل کن. چیکار میکنه؟ سردی شدید مثانه، عفونت مثانه، حبس ادرار، نشتی ادرار و سختی ادرار رو درمان میکنه. این کارو 21 روز پشت سر هم به صورت منظم انجام بده تا مشکلت به صورت کامل برطرف شه. به درمان پروستات کمک میکنه، فشار خون بالا و کراتین خون بالا رو هم برطرف میکنه. منع مصرفش برای افرادی که افت فشار شدید دارن. ترکیب سیاه دانه و سرکه سیب شدیدترین بیماری ها رو میتونه درمان کنه. باید 4 شب متوالی سرکه سیب روی سیاه دانه بریزید. اگه طریقه مصرف دقیقش رو میخواید، همین الان پیج رو فالو کنید و کلمه سیاه دانه رو کامنت کنید. سریع برید داخل دایرکتتون، براتون طریقه ارسال شده.